اومدیم جاده عباس‌آباد به کلاردشت. اولش ولاگ رانندگی داریم، بعدش گشت تو جاهای مختلف جاده و آخرش با ما همراه باشید. احتمال زیاد باید موتور برق داشتم. یاد 4 و 5 موتورم میگه سلام دوستای عزیزم، صبح جمعه زیباتون بخیر باشه. مرتضی هستم. امروز میخوام یه ولاگ قشنگ با هم داشته باشیم از جاده عباس‌آباد به کلاردشت. الان ورودی شهر عباس‌آبادیم. اینم کاظمروده فکر کنم اگه اشتباه نکنم. میخوایم از این پایین شروع کنیم ولاگ گرفتن. از اونجا که ولاگای ما همش کامله، از اینجا ورودی شهر شروع میکنم بهتون توضیح میدم. این تک ما رو نزنی، برو اون دیگه. امروز جمعه 10 مرداد ماه، ساعت هم 8:12 است. 8:12 صبح دیگه، شب که نمیشه. این کوروش رو دیدین؟ اگه اومدین شهر ترافیک بود از این ور میتونین بندازین، هم برین جاده کلاردشت، هم مستقیم خواستین برین طرف چالوس، اونور کمربندی داره، قشنگ همش هم تابلو داره. اینجا تو ذهنتون باشه. بعد پل اول فروشگاه جامبو. ما از مرکز شهر میریم، جمعه از خلوته. جاده هم سمت چالوسه دیگه، از شهزال سمت چالوسه، دریا سمت چپ ماست. عباس‌آباد هم مرکز شهرستان عباس‌آباد مازندران. فکر سال 92 و 91 همچین چیزی، 93 از شهرسوار یا اون تانکاون جدا شد، خودش یه شهرستان مستقل شد. الان با کلارآباد و متلقو و چیز شهرستان عباس‌آباد. اینم شروع که نیست، حالا جنگل نمی‌بینیم، به سمت کلاردشت جاده. قبلا ولاگشو گذاشتم تو پلیلیست شهر عباس‌آباد، میتونین ببینید. میکنم مال 2 سال پیش بود دیگه. امروز گفتیم با توضیحات کامل میخوام برم جمعه بازار کلاردشت بگیرم، من از این جاده زیبا براتون بگیرم. جاده عباس‌آباد جزو جاده‌های زیبای شمال ایرانه، واقعا زیباست و متاسفانه خطرناک. اون کمربندی که بهتون گفتم از اینجا میاد دست چپ میره، میبینی نوشته تونکاون چالوس، از اینجا وصل میشد به این جاده. از عباس‌آباد پنجشنبه بازارش هم من ولاگ گذاشتم. اینجا رو تو رو خدا آروم برین، جاده به شدت این یه تیکه مسکونیه، به شدت هم رعایت نمی‌کنن، واقعا نمی‌کنن. دوستان که از جمعه بازارش ترکلار داشت، من خودم 5-6 باری رفتم، واقعا زیباست دیگه، نیاز به تعریف نداره. جمعه بازارش هم دوستان خیلی تعریف کردن. گفتیم بریم هم جمعه بازار رو بگیریم، هم جاده رو بگیریم، هم خود کلاردشت رو براتون بگیریم. این هم بیمارستان عباس‌آباد، محل کار ما. دیشب هم جاتون خالی، ما شیفت شب بودیم.
دارم براتون ولاگ میگیرم بعد از 24 ساعت شیفته. انشالله که بتونم قشنگ توضیح بدم براتون. اینجا چیز شهریه، چون بعید میدونم با عنوان خاصی این جاده رو جا بدم دیگه، گفتم ولاگو از این پایین کامل بگیرم هم برای دوستان خاطره بشه. من اولین باری که این جاده رو رفتم فکر کنم سال خودم رانندگی کردم سال 90 همون عباس‌آباد جزء دانشگاه بود، جزء سوار بود. اینقدر چیز نبود، این هزینه‌های مسکونی نبود، ساختمان‌های مسکونی. صبح اومدم با شیشه شور قشنگ شیشه رو شستم، چون آشغال اینا داشت درشون آوردم. هیچی، اومدیم از بیمارستان بریم از اون ولاگ از اونجا شروع کنم. یک کامیون افتاد جلوی ما، کامیون حمل چیز بود، بیل میکانیکی بود، بیل میکانیکی پشتش بود، تریلی بود. هیچی، هرچی خاک همه رو ریخت دوباره رو شیشه. پلاک عباس‌آباد مثل شهرسواره، مرکز شماره گذاریشون یکیه، 72 دال 82 تا 92 دال پلاکاشون مشترک. تا کلارآباد همین شماره پلاکه، یعنی شما رو شماره پلاک نمیتونید تشخیص بدین مال کدوم شهر. از پنجشنبه بازار دیدم فرمایی ولاگشو گذاشتم، به نظرم بازار قشنگی بود، خیلی مرتب و منظم بود، جز بازارهای منظم بود. الان بریم محلشو بهتون میگم. اسم این محله ها رو من دقیق نمیدونم، از رو تابلو باید بخونم. معمولا این برام نمیدونم، سید محله و لرگان و اینا چیز محله های معروفشه. گاو هم میبینیم بل کردن و داره اون چیز مردم رو میخوره، کاج و شمشاد مردم رو میخوره. گاو هم میاد، همین سری گاو پشت فرمون داره، همین سری گاو هم تو خیابون. امروز میخوام دو سه تا خاطره جالب براتون تعریف کنم. تو ربطی به داستان جاده نداره ولی واسه خالی نبودن عریض است. تا یه جایی بریم من موتور خودم گرم بشه. من دیشب 3:30 خوابیدم، تا 3:30 مریض می اومد، داشت مریض الکی هم میاد. یارو 2 ماه آرنجش درد اومد، ساعت یارو به 3 اومد. عباس‌آباد مثل کلاردشته، اینجا عرقیجات گیاهیش خیلی معروفه، دوستان محبت میکنن عرقیجات گیاهی میخورن، بعدش میرن بیمارستان. سوغات اصلی کلاردشت بکنم همین عرقیجات گیاهیه. مزرعه گل نوشته اینجا، مردمش به شدت اون پرورش گل کار میکنن. بعد مرکبات و برنج هم اونجور تخصصی من ندیدم خیلی باشه، ولی گلخونه دارن همشون حرفه‌ای.
ولاگ اون چطور میگرفتم ورودی عباس آباد یادش اومد تو ذهنم بگم، یادم رفت. به دوستان قول دادیم چالوس به شهرسوار رو بگیریم. چشم، انشالله هفته دیگه ما ولاگو میگیریم. حالا تو نوبت ارسال هست، احتمال زیاد این ولاگو ما جلوتر بذاریم. یه خورده مازندران ولاگ گرفتن با توجه راه دوره، از عباس آباد تا رشت حدود 3 ساعت راه، 2 ساعت 40 دقیقه. حالا بخوای پروازم کنی 2 ساعت 20 دقیقه، هر چقدر هم سریع بری. درختاشو میبینین، این پنجشنبه بازار تقریبا از همینجا ساله. اینجا شن ریختن. دقیقا همینجا پنجشنبه بازاره. ولاگشو براتون گذاشتم. اینم شروع جاده کلاردشته. اول ما این جاده رو میگیریم تا آخر میریم، موقع برگشت جای مختلفشو براتون ولاگ میگیرم. باز دوستان جاده شروع شد، بهتون میگم این جاده رو خیلی احتیاط کنین. واقعا نصف مشتریای ما از اینجا به خاطر رعایت نکردن بومی و غیر بومی هم نداره بگی آقا فلان رو رعایت نمیکنه. هر دو دسته اینه. من کولر رو خاموش کنم، سنگواله‌ای شروع میشه. اینجا لنگا نوشته رعایت کنین، خصوصا روزهای تعطیل شلوغه. مثلا 8:30 صبح کسی 8:22 دقیقه است، کسی پیداش نیست. بعد از ظهر واقعا شلوغ میشه. میبینی کسی پیداش نیست، هیچکی نیست، فقط ماییم. این ما اول راهنمایی بودیم، بابای ما برای ما کامپیوتر خریده بود. اول دوم راهنمایی بود، اول بود. بابا ما گفتیم ما کامپیوتر بگیم برای درس، ما درسمون نیاز داریم. سال 83 بابای ما اون موقع 470 تومن 400 تومن همین هلوشی کامپیوتر خریده بود. روش بازی نصب میکردیم، یا مثلا برای فک و فامیل میشه این از فک و فامیل CD میگیدیم. اون CD بود دیگه، فلش نبود. هنوز موقع میگرفتیم براشون که نه ازشون میگرفتیم. هارد ما پر شوی تصویری بود، این هر آهنگی میومد داشتیم. ما تو هاردمون قشنگ فولدر بندی منظم مرتب. من کافی بود مثلا تو اسم بگی، مثلا بگی لیلا فورا، نمیدونم چی، اون کامل همه آهنگاش داشتیم. بعد بابا من مثلا لجش میگیره، هر چند مدت میاد میگفت سرجان درس میریزی یه نشون بده. بعد این چند تا چیز دانلود کرده بودیم، دانلود نه بچه ها گرفته بودیم، راجع به این سوره های قرآن نه توضیح میداد، داستان های قرآنی، اونو میذاشتیم. بعد بابای من هر دفعه میگفت شما همش همینی میذارین، هیچ فایده دیگه نداره. بعد هیچ دیگه فامیلا هر کی میخواست میومد خونه ما مهمونی، یه CD خواهم با خودش میورد، فیلم های شوهای جدید و براش رایت شده بودیم، رایتر فک و فامیل. بعد یه دونه پرینتر سکاره هم گرفته بودیم، از اون هم اسکنر بود، هم چاپگر بود. رنگی بود. اون موقع مثلا 120 تومن اینو خریده بودیم. و بابامون گیر داریم که درس میخوایم بخونیم، مثلا فتوکپی بریم بیرون، وقت ما گرفته میشه. ما این فتوکپی و اینا رو باید داشته باشیم. بعد اون موقع جوهر هنوز هم گرونه رنگی.
ارزش نداره تو بخوای، چون جوهرش این مدت کار نکنی این جوهرش خوش میشه. الان هم کسی تو خونش نیاز نداره، حالا چه برسه اون موقع. الان که داری نگاه میکنی این همه مثلا چیزه، باور کن یه نفرتون هم پرینتر رنگی تو خونش نیاز نیست، حالا چه برسه سال 83. حالا کاربردش تو خونه ما چی بود؟ این شوهرخاله داشتیم میومد اینجا 1000 تومانی میذاشت اینو چاپ بکن، کیف میکرد. مثلا 1000 تومانی چاپ میکردی اما رنگ پنگ جوهر رو همین بابت 1000 تومانی 2000 تومانی ها موقع 2000 تومانی کدام نبود، بابت چاپ این همه هوا داد. بعد ما یاد گرفته بودیم یا مسنجر بود، از این اینترنت کارتی ها میگرفتیم، صدا میداد، مثلا 12 ساعته داشت، شبانه داشت، ISP بس میشدیم، صدایی میداد ما بس بشه، بعد یکی زنگ میزد فک و فامیل اینترنت قطع میشد. چقدر پولمون رو میدادیم برای اینترنت، بعد هرچی هم پول تلفن میومد مامان رو یقه ما رو میگیره، شما اینترنت استفاده کنید. بعدش ADSL اومد، رفتیم ADSL خریدیم. باز هرچی پول تلفن می اومد مامان بابا یقه ما رو میگرفتن، شما همش اینترنت هست، هرچی میدی اینترنت ADSL فقط وصلش مصرف نمیکنه. نه تا یه بار خط یه طرفه شد خاطر پول تلفن، هیچی دیگه، تلفن یه طرفه بود ولی ما اینترنت داشتیم دیگه. بعد از اون ثابت شد که پول تلفن ما ربطی به اینترنت ما نداره. موقع یا مسنجر بود، کلوب بود، کلوب.com، یا 360 بود. خدا شکر همین برنامه رو ما بودیم، برنامه جا نمونده. ما بعد داداشمون هم داخل اون نباشه. خوش شده اون آب شده. تو برگشت دوربین رو براتون سخت میذارم. الان که داریم میریم مجبورین صحبتای منو گوش بدین. من دیشب خسته بودم، دل پری دارم، براتون صحبت کنم دلم باز شد. موقع برگشت رو بالا میزنم دیگه، از صحبتام شما رو محروم میکنم، شما از منظره بهتر لذت ببرید. چون نیاز به توضیحات من هست. ببین جاده چقدر داغونه، شما نشستید احساس نمیکنید ولی جاده واقعا داغونه. میگم صداش نویزگیری کنم دیگه صداش هم نمیکنم. شما به من اعتماد کنید. دیدین جاده هیچکی نیست، 8 صبح 8:29 دقیقه است. اینجا جاده پاییزش واقعا قشنگه. من پاییزش هم حتما براتون میگیرم، روز بارونیش هم براتون میام میگیرم. دیگه استارت رو زدیم، موتور گرم شده. این جاده همین 70 تا بری 60 تا، الان من 50 تا دارم میرم، خوبه از نظر اوکی. فقط این کافه ها رفتین غذا بخورین قبلش باهاش طی کنین، جای خورده ممکنه قیمت ها اذیتتون کنه. قبلش قشنگ طی کنین، آقا مثلا چه فلان قدر چی باشه
اینجا شبش هم براتون میگه. این چراغا رو میبینید شب حتما یکی دی بعد دیدید. شب روشن میشه، واقعا قشنگه، خیلی جذابه. نصف برق مملکت هم همینجا مثلا. البته شوخی میکنم، فکر کنم موتور برق دارن، اجازه نمیده این همه برق اینجا. احتمال زیاد باید موتور برق داشته. نیسانی رو میبینه همینجور داره سرقت میاد، نیاز الان جلوی مرد میشه. نگاه کنید شما سر پیچ 92 دار بومی. بهتون گفتم نه بومی مسافر اینجا نداره، همه چون یه جورن. اینم تونل جنگلی. خونکه سر صبح دیگه. این چیزا هم باز نکردن لوزین. اینجا مای قزل داره، اونو من میبینم. شما هم دیدین مای قزل کبابی. هوا گرمه، یه عصاره اوکالیپتوس پایین خیلی دم میکنه. یه عصاره اوکالیپتوس چیز کنه اینجا قشنگ شمال میشه سونو بخار. باش مسئولین از اون فکری بکنن. اینا شب موندن روز بگنن، روز کافه باز نکرده، آتیشش روشن نیست بوده، چای آتیشی. حالا موقع برگشت اگه چیز بود براتون سوال میکنم قیمت ها چی جوریه. قیمت ها این برای یه خورده تنده به نسبت گیلان. همین لامپاش روشنه، این شب باشه. شب هم میام براتون فیلم میگیرم. شما بچه های خوبی باشین، اینو لایک کنین، یک کامنت بذارین، براتون شب هم میگیرم. این جاده جوارده رو من گرفتم، خدا شکر خوب ویدیو خورد. فکر کنم 11 کار رو رد کرد. جاده من معمولا بازارهای ما بیشتر ویو میخوره. الان یارو مسافرها سوسول شدن. یارو مثلا میاد تو اسنپ سوار میشه، ما اسنپ کار نمیکنم کلا میگم، اسنپ سوار میشه این کولر روشن نباشه یارو امتیاز کم میده. اون موقع پیکان بود یادتون باشه، این دستگیره یه چیزو در می آوردن، دستگیره آینه رو، این فلزی بود، یه چیز مشکی پلاستیکی هم سوارش بود، اونو میگرفتن میذاشتن قایم میکردن داشبورد اینا که شما با شیشه ور نرید. این خودش یه آپشن بود مثلا اونجا باشه، این ماشین با کلاس. یا مثلا سربالایی سر پیچ سبقت. این یه چیز شایعی شده که میگن راننده نیسان و این پژو پارسای سفید اگه خوب رانندگی کنن این چیز ماشین ازشون میگیرن. من نمیدونم، دوستان اگه میدونین تایید بکنین. بگن ما که ندیدیم خوب رانندگی کنه کسی.
جاده خیلی قشنگه. اینجا باید باشین خودتون حس کنین. به امید روزی که خودتون بیاین فیلم بگیریم ما ببینیم با صدای قشنگ خودتون. بعد میشم راجع به ماشین هم میدونم این جلو 2 نفر میشستن، مثلا یه نفر رو دنده میشه یکی کنارش، جلو 3 نفر مثلا. مثلا ما سرویس بود، راهنمایی سرویس داشتیم 9 تا 10 نفر رو تو یه دونه تاکسی پیکان این چراغ مربعی ها سوار ما رو زیر بغل راننده میشستیم سمت چپ، یه زیر بغلش تو دهن ما بود. من تو در باز میکرد جلوی مدرسه یه اون خواهن 9 نفر 11 نفر میریختیم بیرون، مرده مثلا هشماش میریخت و این هم آدم چوری جا گیرم. بعد این 25 تومنی قدیم و حالا من خیلی وقت ندیدم، دورش طلاییه وسطش نقره‌ایه. من کرایه چیزی که من یادمه مثلا یه دونه 25 تومانی بود خونمون تا مرکز شهر 25 تومانی بود. بعد راننده ها تقلب میکردن مثلا میگفت نه 30 تومنه، مثلا یه 5 تومانی از سیاه هم باید روش میده. یه خانم آشوری بود تو چیز محل ما بود کنم زنده از هنوز. بعد اون موقع یه دونه پیکان چراغ مربعی قرمز داشت آلبالویی. من اون موقع مثلا خانم راننده هم کم بود هم جای تعجب بود. خانم آشوری زیاد به ترمز و اینا اعتقاد نداشت، به ترمز اعتقاد نداشت، معمولا همش ماشینش زده بود. بعد مثلا ما صف چیز وای میسادیم، صف تاکسی وای میسادیم، خانم آشوری که میومد همه یه جوری رد میدادن خانم آشوری مسافرشو بزنه بره، چون معلوم نبود سالم برسی یا نه. خانم آشوری که رفت سر ماشین بعدی دعوا بود که نه آقا من بودم آقا چرا سوار نه من با خانم آشوری مشکل دارم. خداییش میگم ها، این سگه اومد وسط جاده با دوستش آمد. یه جاده از چی زیباتر میخواین شما مثل آدم رانندگی کنید این جاده؟ چه جاده چه جور چه حالتی باشه شما آروم بری کیف کنی از این منظره. چیزا همه خوش شده. من پاییز اومدم آخرین بار. شیشه رو پایین دادم، الان تو پایین باشی من پایین بودم کولر گرفته بودم، اینجا خنکه. نه چادر زدم، چادر خوابیده میشه. امسال که نبود، پارسال بود یا پیلارسال، فکر کنم پارسال بود. دوستان دارن اینجا
خودشون باز خودشون چای آتیشی درست میکنن. سیزده بدر من شیفت بیمارستان بودم. بعد الان فکر کنم 5 تا بیمارستان مختلف، 5-6 تا بیمارستان مختلف من سیزده بدر شیفت بودم. همش هم به امید این که سیزده بدر خلوته، ولی سیزده بدر از همه بدتره. دعوایی میارن، تصادفی میارن. یارو یه سال بود بارون زده بود، زمین خیس بود، شب قبلش بارون زده بود، شکستگی لگن، شکستگی مچ پا، شکستگی مچ دست، یا تا سر میخورن. بله این حاجی سهرخیزه. به چیزی که من فکر کنم به نظرم زیباترین بخش جاده بود. حالا نمیدونم شما تو فیلم تشخیص میدین یا نه، کنار جاده رو نگاه کنین، وای وای آشغال رو نگاه کنین، چقدر آشغال. شما سیستم داشت باشه. سیزده بدر یارو هم پارسال بود، یارو مشروب خورده بود، همین جاده رو با زن و بچهش داشت می اومد، مثلا با هم فامیل بودن، موقع برگشت هم غروب با هم کلکل میکنن، میره تو سبقت، این یارو از روبرو شاخ به شاخ میاد برای اینکه نزنه، فرمون میگه طرف خاکی، شاخ به شاخ میزنه تو دیوار بلوک. حالا خدا را شکر نه خودش چیزی شده بود نه خانومش، بچه از صندلی عقب افتاده بود جلو، خدا را شکر حالش خوب بود. ولی مثل که ماشینه رو قسطی خریده بودن تازه، ماشینه هیچ ازش نموند، پرایدم بود دیگه اشتباه نکنم. چقدر جاده قشنگی واقعا، باید باشین ببینید اینجا رو. من خیلی وقت نیومدم. بیا برو حاجی، بیا برو. چرا میزنی؟ من کجا برم؟ نه خنک سرد، رو سرد. کلیپ دیروز گذاشتیم، آهنگ ریمیکس شادمه رو گذاشتیم، یه کاش بدونی ماتم دنیا بی تو فقط گریه میخواد. براتون بذارم گوشی دستمون نگیری بهتره بشه. گذاشتیم تو ذهنمون، هی میاد رو لب ما. این راجب شانس داشتم فکر میکردم، یه بادکنک شانسی بود، یادتون هست یا نه؟ یه کاغذی بود روش عدد داشت، شما مثلا انتخاب میگیم که عدد 32 میکنم تا 100 بود. بعد اون عدد از پشت برمی داشت، داخلش نه یه شکلک های بادکنک بود، دقیقش اینجوری بود، شکلک های بادکنک رنگی بود. مثلا تو انتخاب میگه این در میاد، این در میاد، پشتش عدد بود، عدد اونجا رو دیوار یک مثل بادکنک آویزون بود، اون عدد مربوطه بادکنک رو در می آورد بهت میداد. یه بادکنک بزرگ عدد کف دست همیشه اون بالا بود. من تا الان ندیدم کسی اون بادکنک بزرگه رو برنده شد. نگاه تو اون عددا نبود. حالا مثلا بادکنک هم چیز نبود، ولی ما کل پولمون رو میدیم بابت اون بادکنک. اونم شانس نداشت، همشون کوچولوی دستمون بند انگشت فوت میکردی فتخت میزد بیرون، هرچی فوت میکردی باد نمیشد. یا مثلا 4م یا 5م ابتدایی بودم، این مرا یه خورده تعریف از خودمون نباشه، بین خودمونم باشه، اون شاگرد اول بودیم چیکار میکردن؟ مثلا
ترم اول تموم میشد شاگرد اول تا سوم رو تشویق میکردن مدارس، تشویق میکردن مثلا اول ترم اول رو میگردن با 22 بهمن یکی میکردن، هم جشن باشه هم تشویق باشه. خلاصه چیکار میکردن؟ یه سال از این لیوان شانسی ها دادن به ما. مثلا ما معدلمون 4م ابتدایی 20 شده، شاگرد اول شدیم، رفتیم به ما لیوان برداد، لیوان شانسی ها. این چه لیوان رو برداشتیم باز کردیم، فکر کنید توش چی بود؟ این مار پلاستیکی کوچولو 10 سانت هم نبود، مار پلاستیکی. رفتیم خونه مامانم میگم این کادوی شاگرد اول اولی ما مار پلاستیکی داد. گفت راجع ابتدایی شد. من اول تا سوم داخل شهر میرفتم. دوستان شهرسواری اگه نگاه کنن یادشون هست چه شهر تلاتوری بود تو کوچه وحید، کوچه وحید اونجا اول تا سوم رفتیم. بعد دخترانش شد هاجر. ما 4 و 5 رفتیم یه مدرسه دیگه سر خمرزگاه شهید زیدی. یه خورده بچه ها شر و شیطون بودن، یه خورده فحش زیاد میدادن، دعوا زیاد میکردن دیگه. تنها مدرسه نزدیک ما هم بود، یه 4 و 5 مجبور شدم اونجا برم. این جاده توضیح خاصی نداشت من بهتون بگم، اگه جای نیاز چیزی دیدم بهتون میگم. من حواسم به جاده هست، این خاطره میگم که شما دارین نگاه میکنین حوصله‌تون سر نره. وگرنه میتونم براتون آهنگم بذارم، تا آهنگ متاسفانه آهنگ معین و مستین رو نمیتونم براتون بذارم، کپی رایت اذیت میکنه. اگه صدای ما اذیتتون میکنه، خاطرات ما گوش نازنینتون رو آزار میده، میتونید صدای ما رو قطع کنین، برای خودتون آهنگ پلی کنین. دست ما نیست، واقعا نیست. کپی رایت خیلی اذیت میکنه. وگرنه من خودم دوست دارم الان ضبط اینجا روشن باشه، این جاده رو با آهنگ معین برم، آهنگ ابی برم، با آهنگ عمو حسن شماعی زاده برم. خودم اینجوری دوست دارم، اگه تنها باشم همینجوری میذارم. ولی چیکار کنیم که ناچاریم. به هر حال بزرگواری خودتون ببخشید. بحث پولش هم نیست، اینکه مثلا درآمد نیست. چون ما با شرکت کار میکنیم، ما کپی رایت بخوریم ممکنه کانال‌های دیگه بسته شن. بقول چه گور بابای پول، چقدر مگه پول میده؟ بحث اینه که کانال دیگران زحمت کشیده دیگران رو ما به خطر میذاریم، مگر نه این کانال فدای سر دیگه. شما ببخشید. هیچ مجبور شدیم بریم اونجا. این ناظمی داشتیم اسمش آقای کرنی بود. هیچی آقا هرچی کلاس شیطونی میکردن، اولین نفری که بیرون میکشید من بودم. حالا ما شیطون نبودیم خدایی، 4 و 5 بچه خوبی بود. میگم شاگرد اول بودیم. هرچی میشد نمیدونم کلاس سر صدا کردن، آشغال ریختن، نمیدونم گچا رو چیز شد. چی شد؟ اولین نفر میومد ما آخر میشدیم. قد اون بلند بودی که یکم درشت بود. آقا تو بیا بیرون. هیچی، ما همش جلوی دفتر بودیم. ولی چوب هم داشت، تخت چوبی، تختی میگم تخت چوبی بود، با اونم میزد. من نمیدونم چرا کتک میخورد ملک. بعد من نمونه قبول شده بودم، مرسه نمونه تو کل 3 تا کلاس 5 ابتدایی داشتیم، ما 2 نفر قبول شدیم، هر دوتا هم کلاسی بودیم. من و مثلا فرشید بود، ما 2 نفر نمونه قبول شدیم. فکر کنم 60 نفر میخواستن، چیزی 60 نفر 70 نفر 90 نفر نهایتش. ما 2 نفر قبول شده بودیم. بعد مامان ما شیرینی گرفته بود، اومده بود مدرسه
به معلم و چیز بده که آقای سرم قبول شده. این ناظری میگفت این قبول شده، این گفت این قبول شده. بازم موقع مقاومت میکرد، ولش میکردی این تخت چیز میگرفت یه دونه بقول چیز شهسواری یه پوست دیگه ما رو میزد. یاد چهارم پنجم افتادم، یه پسری بود کلاس ما بود، اسمش میکنم اسماعیل بود. اسماعیل ماشین چون ناله میکنه. برو راج برو منتظرتان جا روبان ببری. قشنگ اسماعیل بود. این باباش مرده‌شور بود. من وسطای ترم که نه، وسطای سال تحصیلی فهمیدم هیچکی کنار این نمیشه، باهاش هم بازی نمیکنه. درسش هم خوب نبود خدایش. این ما چون شاگرد اول بودیم، حالا تعریف از خود نباشه بازم، معلم چیکار کرد؟ مثلا به هر شاگرد اولی، شاگرد اول نه، شاگرد زرنگی درسش خوب بود، شاگرد زرنگ هم نه، یکی دو تا از این بچه‌های خود میاد سر پیش. شصت کم کرج 68. این اسماعیل افتاد تو گوره من اون موقع فهمیدم این باباش مرده‌شوره. هیچی بنده خدا حالا خبر ندارم ازش، ولی هیچکی باش حرف نمیزد. باباش مرده‌شور بود دیگه. فیلم نشون میداد مثلا راجع به این شغلا و چیز میشد، یاد این بنده خدا میافتادم. واقعا بچه اذیت میشد. شاید اصلا اینجا مکار بود. شاید علت این درس نخوندنش هم شاید همین بود، درس ضعیف. فکر کنم دیگه رسیدیم به روستای مکار. کنار داشت از مرزن آباد هم این راه داره، از جاده تهران. این سالت هم زیاده. من امروز جمعه از دیشب من داشتم اخبار نگاه میکردم، نوشته بود ترافیک سنگین از جنوب به شمال، یعنی از تهران به شمال ترافیک. اون 68 که گاز میداد جلوی ماست. نهایت فاصله ای که تونست بگیره، ماشین قشنگ بندری میزنه اینجا. واقعا قشنگ هست، ولی میبینیم خونه ها رو یه ویلا ساختن. مثلا من چشم تا جای کار میکنه ویلاست. ماشاءالله. جاده عباس‌آباد تمام شده، ولی ما همچنان داریم ادامه میدیم بریم تا خود هم نزدیک با هم بزنه، هم نزدیک ما بهش بزنیم. اون چرا اونجا وایساده؟ سر پیچ وایساده. نقول چی؟ what the fuck؟ ماذا فازا؟
یاد آهنگ چیز افتادم، آهنگ گلاری هم بود داره، گل آفتاب گردون هر روز به انتظار دیدن یاره. خدا عاقبت ما همه ما رو با هم ختم و بخیر کنه، آمین. اینجا داریم میریم واحد عرب هم زیاد میاد. عرب خدا چیز میشن تصادف میکنن، سنگ سر میخورن میاد اونجا. از کی عربی داشتیم و یک راهنمایی دیگه، حوزه تلمیزتون نمیدونم حوزه چی بود، حوزه چی راهنمایی داشتیم، دوم داشتیم، سوم داشتیم، اول دبیرستان، دوم دبیرستان، دوم دبیرستان هم داشتیم، سوم یادم نیست، پیش که مطمئنم نداره. این همه سال عربی خوندیم، به یارو نمیتونیم توضیح بدیم که آقا تکون نخور. ساده بود و بخیر کنیم روز ما رو 1000 تومن نصب کردم برسیم ما سالم. یارو میاد جو با اشاره نشون میده مثلا کار لالا این بیشی مثلا ایلس مثلا موقع قفلی میزنه ایلس هم تو یادم نمیاد لا تحرک یا چی میشه، یه علی یه چیزی میذاریم. این پارسال چیز اومده بود ایران خودرو داشت به عراق محصول میداد، فکر کنم پستش سرچ کنین میاد این استا. بعد این زیرش نشسته بود، زیرش ایرانیان نوشتن مثلا عربی می نوشتن کامنت، پست مال چیز عربی بود، بعد اینا عربی می نوشتن مثلا میگن حوزه انتقام مال 8 سال جنگ و تحمیلی، یا مثلا فوش میزنن یه ال مثلا اولش میذاشتن میگه ال اینجا دلفان آفراده. اینجا یه زیاد آفرود زیاد میاد. بعد این سری فامیلی هستن آذری هم، دلفان آذری. بعد این ما تو شهر سواری یکیشون هست خیلی آدم کار درستی هم هست، این ماشین آفرود میکنه. من فکر کردم مثلا اینجا چی دم دارن، تا شرکت و کارخونه هم دارن. من راجع اون کامنت ها صحبت میکردم، اینقدر خندیده بوده، میخندیدیم مثل من خانم ها، این اشک اون روی چشم میگرفت، نمیتونیم کامنت ها رو دیگه بخونیم. شما هم سرچ کنین پیدا کنین، فقط بخونین بخندین. اینقدر قشنگ نوشته بودن، خنده دار بود. بعد نوشتن عربی چقدر آسونه، چرا همه جملات رو میتونم بخونم، هرچی می‌خواستم بگن یه ال اولش میذاشتن. و اسمشون مثبت 18 نمیشه گفت، باید خودتون بخونید. صنایع دستی هندی تایلندی. چرا با صنایع تایلندی داشته باشه؟ میبینید همش خونه هست، هم دارم میسازم.
نگاه کنید شما یه خورده من آروم میرم ببینید اون همه ویلا ها چشم کار میکنه همشون ویلا. اطراف جای دیدنی زیاد داره، مثلا دریاچه ولشت یا دیوریک یا دیوریکه دریاچه تونم من حضور ذهن ندارم. مرکز کلارداش حسنکیفه. ما که تابلو ندیدیم به سمت حسنکیف، معلوم نیست کجا داریم میریم. دلم هم نمیاد ویدیو رو قطع کنم، بریم خلاصه اینجا تموم بشه. این نظر شخصی من، حالا جسارت و توهین نباشه. اینجا رو میبینید شبیه منجیل و رستم آباد و ایناست. من اینجوری دلم میگیره هر چقدر خنک باشه دلم میگیره. من عاشق سرسبزی ام. میبینی اصلا درختش کمه، خنک 31 درجه زده. نوسنج ایران خدا به درد من این کنار میزنم یه خورده سرچ کنم ببینم کجا دارم میرم. این افتادگی شانه داره قشنگ طبقه است دیگه، افتادگی شانه داره. بزنم کنار نگاه کنم. از اونجا که من کارم درسته شوخی میکنم میگم بخندیم، اینقدر خوشم نمیاد تعریف کردن زیاد. کار داشتیم درست میرفتم. یه بار این با داداشم اینو رفته بودیم چالوس مهمونی. چالوس تا اینجا فکر کنم 30 دقیقه 35 دقیقه راهه. بعد اون موقع آنتن هم نمیداد. معنیت اینجا موقع منظورم سال اول دبیرستان بودم دیگه، 85 6 چیز. داداش هم اومدیم چیز این پسر صاحب کنه گفت بریم چالوس یه دور بزنیم. اون موقع پراید مشکی ما داشتیم، فکر کنم 4.5 خریده بودیم. چی میگم شما مستقیم چالوس دور بزنیم هیچی. خب بریم کلارداش. اومدیم اینجا نهار خوردیم، آنتن هم نمیداد به کسی اطلاع بدیم. رفتیم خونه جاتون خالی، کلی فوش هم خوردیم. چقدر اینجا اینو ساخته شده. من مادام تنبریم یادم نیست اومدم یا نه. خیلی خوب Sharp
اینجا ولاگو تموم میکنیم. ولاگ خیلی طولانی شده، شما خسته میشین. اینجا به قیافش میخوره تقریبا مرکز شهر باشه. امیدوارم که لذت برده باشید. ببخشید صحبت زیاد کردیم، سرتون رو درد آوردیم. میخوام جمعه بازار کلاردشت هم بگیرم، انشالله که نگاه کنید. اینجا یکی از دوستانم میخواد بیاد راهنمایی کنه داخل شهر براتون بگیریم. این میدون اسمش میدون معلمه. این مرکز چیزه، تازه این هلیکوپترها رو بس کردن، میبینی یا نه؟ خورده بچرخونم. دوستان سوال کردن گفت این هلیکوپتر تقریبا ربطی به اینجا نداره، قبلا این جامی بود اون جامه رو برداشتن، گفت اینجا کسی خلبان هلیکوپتر نبوده. و تازه اسم میدونش معلمه، نمیدونم چه ربطی داره. سمت راست هم که میره رودبارک و مجل و اجایت چیزی، سمت چپ هم میره مرزن آباد و چالوس. در کل امیدوارم که لذت برده باشید. ببخشید جا صحبت کردیم. لایک، کامنت، حمایت فراموش نشه. این ولاگ تمام نشده، من موقع برگشتم میرم جای مختلف براتون فیلم میذارم، قطع نکنید. پس با ما همراه باشید. روزتون بخیر. فعلا نگاه کنید. این منظره زیبای کلاردشت پر از ویلا، میخوره مدرسه باشه. هوا خنکه تقریبا، جاتون خالی.
جاتون خالی رده عباس‌آباد به کنار دشت. طبیعت رو نگاه کنین، هوا اینجا خنک بهاری. متاسفانه همه خوش داره شد. خیلی آبی کم. کباب میاد جا تو آبی. اینجا آبش کم شد.
پررنگ بیاد. آره آره. برای اینو حالا یه زحمت بکشین. اما یه تا نوشابه بزرگ دادن یخچال. لیوان داری؟ لیوان میزنی رو. اینم آب چشمی سرد اون تاپه برشد شب میای نور میده جاده عباس‌آباد خوش پایین گذاشته اینجا مایه وزل کباب Haysan,